سلام، من امیرحسین واحدم. به کانال فلوشی با ایدی خوش اومدین. امروز میخوام یه ویدیو خیلی خیلی جالب و باحال بهتون معرفی کنم. ویدیو در مورد یه کانالیه به اسم کانال موما. موما موزه هنرهای معاصر نیویورکه و من سالهاست که این مجموعه رو دنبال میکنم. خیلی خیلی کار جذاب و عجیب غریبی دارن و عرضم به حضورتون که تو همین یوتیوب دیدن هام تو این کانالی با یه ویدئوی آشنا شدم که اصلا AI چجوری دنیا رو میبینه یا AI چجوری رویا میبینه، چجوری خواب میبینه. تو این ویدئو که الان دارم اینجا تو سیستم خودم پلی میشه، داریم تقریبا این رویا پردازی های AI رو میبینیم، اما اصلا موضوع از اینجاست که این اعجاز از کجا درست شده و اصلا چه شکلی درست شده و خیلی خیلی جذابه. این نمایشگاه از چندین آدم مختلف اومدن تو این نمایشگاه شرکت کردن و کارشون نشون دادن، اما کار یه نفر از همه عجیب تر بوده. یه آدمی به اسم رفیق آندولوف، ترک تبار، اصلا یه هنرمند عجیب و غریب با طرز فکر خیلی عجیب غریبیه. من اینجا واقعا نمیخوام ویکی‌پدیا بگم اصلا رشد و نموش رو از کوچه به از کوچه های استانبول از کجا شروع کرد و به کجا رسید و نمیدونم از این حرفا. بیشتر میخوام به کارش بپردازیم. کاری که تو این نمایشگاه انجام داده به اسم آن سوپروایزد، اومده دو تا مدل هوش مصنوعی یا دو تا نورال نتورک و مثلا اومده کنار هم قرار داده و کاری که انجام داده تو قدم اول یکی از این هوش‌های مصنوعی رو به صورت سوپروایزد با داده های و با دیتا ست حالا تمام کارهای نمایشگاه موما شروع کرده به تغذیه کردن که حالا مثلا تو این پرزنتیشن تو وبسایت خود همین رفیق آندولوف میتونین اینو پیدا کنین. عرضم به حضورتون که بعد اومده اینو دسته‌بندی کردن. اصلا حالا بحثی که پیش میاد اصلا این که فرق سوپروایزد و آن سوپروایزد چیه. حالا ببخشید یه ذره می‌زنم جاده خاکی ولی عجیب و غریبه. از این صداها مثلا تعجب نکنید، من تو روستا زندگی میکنم. تو روستا این صداها خیلی طبیعیه. مرغا با قط میکنه از این حرفا. توی سوپروایزد ما میایم به یه AI توی فرآیند خیلی خیلی طولانی و سخت میایم انواع اقسام اون شیئی که میخوایم بعداً تشخیص بده رو بهش معرفی میکنیم. مثلا با سیب شروع میکنیم، میگیم مثلا یه عکس بهش نشون میدیم، میگیم این سیب زرده، این سیب سرخه، این سیب سبزه، این سیب کاله و این داستان رو تا ابد ادامه میدیم. بعد ازش میپرسیم حالا یه عکس یه سیبی که تا حالا بهش نشون ندادیم و بهش نشون میدیم، میگیم این چیه؟ هنر میکنه میگه سیبه. دیگه خیلی برامون مرام بذاره میگه چه جور سیبیه. تازه همین موقع هم باید وارد بشیم به این که این تشخیص این سیبه چقدر با دقت اتفاق افتاده. به این میگم مدل سوپروایزد. خیلی خیلی از این AI جنریتور هایی هم که همین الان داریم میبینین در کنه خودشون اصلا این رو دارن و خیلی موقع اینجوری اصلا عکس جنریت میکنن به عنوان مثال. اما آن سوپروایز چیه؟ از یه نگاه دیگه بهش انجام بدیم. من یادم قدیمایی کتاب میخوندم به اسم حیات نسخه 3، الان هم اینجا توی تصویر میتونیم ببینین، مال مکس تگمارک. خیلی آدم عجیبی این آدم. اومد توی کتاب یه مثالی زد خیلی هیجان انگیز بود. مثال در مورد این بود که اصلا این مدل های آن سوپروایز چجوری کار میکنن. گفت یه زندانی رو تصور کنین که زندانبانش یه روز تصمیم میگیره که یه کار دیگر رو تو زندگیش انجام بده و تصمیم میگیره رمان بنویسه، قصه بنویسه. رمان رو تو خفا تو حالا خونه خودش یا تو محل کار خودش مینویسه و تموم میکنه. اما از فرداش میخواد یه آزمایشی رو شروع کنه. جمله اول رمانش رو به بقیه زندانیا میگه و ازشون میخواد که کلمه بعدی رو اونا پیشنهاد بدن. به عنوان مثال میگه سوار بی سر آمد اما، خب اما زندانیا این 1000 تا سلولی که تو زندان هست شروع میکنن کلمه بعدی رو گفتن و پیشنهاد دادن. کلمه ها رو شروع میکنه توی یه چیزی مثل اکسل توی اسپردشیتی ذخیره کردن. این کار رو به تعداد همه کلماتی که خودش رمان نوشته هر روز تکرار میکنه، یعنی به ازای هر کلمه 1000 تا پیشنهاد. در روز آخر 2 تا رمان داره که جمله اولشون یه چیزه اما کلماتشون با همدیگه تا انتها متفاوتن. حالا سوالی که پیش میاد چقدر این 2 تا رمان به همدیگه شبیهن؟ اتفاقی که تو چت جی پی تی میفته همینه. به این میگن آن سوپروایزد. حالا
کاری که رفیق آندولوف کرده چیه؟ اینه که اومده 2 تا AI رو گفتم یکیشو سوپروایزد آموزش داده، یکیشو آن سوپروایزد. و یه کار باحالی که کرده این که شما میتونین لای این عکسایی که اینجا هست شنا کنین و اونجایی که به صورت سوپروایز اینا دسته بندی شدن، بیان اینا رو بر اساس قطع، تصویر، بک‌گراند، رنگ و هر چیز دیگه‌ای با هم دیگه هر قرابت معنایی داشتن اینا رو کنار هم قرار داده. حالا مثلا با یه دسته پلی استیشن میتونین تو این فضا سه‌بعدی شنا کنین و از موقعیت شما در این فضای سه‌بعدی میشه خوراک نورال نتورک دوم. نورال نتورک دوم میاد چیکار میکنه؟ میاد در یه فضای چند بعدی، ببخشید پیچیده میشه ولی کاره باحاله، در یه فضای چند بعدی میاد ابسترکت میگیره یا فصل مشترک این کارها رو پیدا میکنه و سعی میکنه این جای خالی رو پر کنه. جای خالی رو با ترکیبی از همه چیزای اطرافش پر کردن و اونجاست که اصلا رویا پردازی AI شروع میشه. هیچ کس تا حالا این کارو نکرده بود و خیلی چیز آثار عجیب و غریب جذابی درست شده. این آدم واقعا با این کارش ترکونده. من عادت دارم هر چیزی که میخوام تو این کانال معرفی کنم رو بیام خودم هم انجامش بدم، یه بار امتحانش کنم ببینم میتونم انجامش بدم یا نه. اومدم یه کاری کردم، اومدم یه اپلیکیشنی نوشتم، اسمش گذاشتم Tree of Life، به یاد فیلم قشنگ ترانس ملیک به اسم Tree of Life. و اومدم یه سری داده های اولیه از اوپن ایمیج گرفتم، یه لایبرری دیتا ست از هر عکسی که دوست داریم میتونین توش پیدا کنین. خیلی خیلی بزرگه، خیلی خیلی بزرگه و اصلا کلا واسه ترین کردن این هوش مصنوعی های سوپروایزد ازش استفاده میشه. کار جالبی که کردم این که حالا به نظر خودم جالبه کاری که انجام دادم، اومدم یه اپلیکیشن درست کردم و این اپلیکیشن میاد اول از همه توی تیکه دیتاش میره یه حجم زیادی، مثلا هولوش 2000 تا عکس فضای طبیعت رو آورده و اومده دسته‌بندیشون کرده. یعنی اول دانلودشون کرده، بعد اومده دسته‌بندیشون کرده، بعد یه فضای سه‌بعدی عین همین کاری که رفیق آندولوف کرده منم کردم و یه فضای سه‌بعدی درست کردم که توش میشه شنا کرد. حالا در کنار اون یه مدل AI هم درست کردم جداگانه که اون جنه، از اون مدل جنراتیو یا که با تکنیک آن سوپروایزد میاد طبق این مپی که اینجا براتون کشیدم و این پروسسی که الان داشتم براتون توضیح میدم، اون فضای خالی رو شروع میکنه هیلوسینیت میکنه و عین همون کار اتفاق میفته. حالا من همین کار رو اینجا الان دارم میتونم بهتون نشون بدم. این خروجی کار منه. من الان دارم تو این فضا شنا میکنم و حرکت میکنم و این سمت راست که میبینین داره این عکس جنریت میشه. حالا فرق من با رفیق آندولوف چیه؟ من 2000 تا عکس داشتم، اون n هزار تا عکس داشته و کلی زیرساخت محاسباتی. و اینکه من فقط به این گفتم یه تصویری رو درست کن که بنا به ظرفیت حالا سی پی یو لپتاپم که نترکه، گفتم فقط یه تصویر پیکسلی رو بیا تغییر بده. اما اگه نگاه کنین تو جاهای مختلف این مپ موقعی که حرکت میکنم، مدل جنراتیوی که این سمت به وجود میاد متفاوت میشه و این الان دقیقاً هیلوسینیشن AI. تو این ویدیو میخواستم همینو بهتون بگم. گیتاب پروژه رو براتون میذارم، هر سوالی که دوست داشتین رو میتونین بپرسین و هستم در خدمتتون و امیدوارم به زودی زود ببینمتون. مخلصم. ارادت.